اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. منم مثل شما خیلی خوشحالم و مترصد این هستم که گفتگون با حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی شاهرودی عزیز شروع بشه و بتونم سوالات شما رو از محضرشون بپرسم. آقا سلام عرض کردم، خیلی خوش آمدین و خوشحالم از زیارتتون. سلام علیکم و رحمت الله. مخلصی. ممنون، متشکر. بندم خوشحالم در خدمت شما و زنده دوستان بیننده و رفقا هستم. ان شاءالله که آنچه به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و دوستان عزیز بیننده است بر زبان ما و شما جاری بشه و برنامه قابل استفاده باشه. از اون برنامه که خدا خوشحال میشه، خدا دوست داره. پیغمبر فرمودن طلب العلم فریضة علی کل مسلم الا فان الله یحب بغاة العلم. الا فان الله یحب بغاة العلم. دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجبه، مرد و زن و پیر و جوان و حدی هم نداره، از گهواره تا گور باید دنبالش باشه. اگر تا چین هم شده، اون دورترین نقطه که اون زمان میشناختن چین بود. اگر تا اونجا هم شده باید بره دنبالش تا علمو به دست بیاره. از کافر و مشرک هم شده باید خذ العلم برای من اهل شرک و نفاق. از مشرک هم بگیر، از کافر هم بگیر، که خلاصه خب خدا دوست داره کسانی که دنبال علم باشن. طلب العلم فریضة علی کل مسلم الا فان الله یحب بغاة العلم. هر کس دنبال علم باشه، بغاة جمع باغیه به معنی جستجوگر، طلب کننده. هر کس طالب علم باشه محبوب خداست و فرشتگان مقرب هم دوستش دارن. به احترام افرادی که دنبال علم هستن میرن بالا پرشون زیر پاشون فرش میکنن. امام زمان هم خوشحال میشه. انشالله که با سوالهای خوب دوستان عزیز بیننده و عنایت خدای متعال برنامه از محتوای قابل قبولی برخوردار باشه. آقای قبای اجازه عنایت بفرمایید، اگر کارهای ما 2 شرط داشته باشه. یه شرطش اینه که کار قربتاً الله باشه، که این به منزله نیت کار، به منزله جان کاره، که اگر نباشه اون کار مرده یا مردار خواهد بود، ولو نماز ولو قرائت قرآن. یه قصد قربته که بهش میگن حسن فاعلی. کارهای ما با نیت قربتاً الله و با اخلاص باشه. درست. دوم این که پیکر کارم خوب باشه. بدن کار اون جانش بود، روحش بود. بله بله. پیکر کارم خوب باشه، میگن حسن فعلی داشته باشه. علم ذاتاً خوبه، نور است و ذاتاً خوبه. حالا یه قصد قربت هم بیاد، بنده و شما و همه دوستان عزیز بیننده قصد قربت کنیم که میگیم برای خدا، میشنویم برای خدا، نشستیم اینجا برای خدا، داریم پای تلویزیون نگاه میکنیم، قربتاً الله. این میشه عبادت. اونم چه عبادتی؟ تو برنامه‌های آینده ما روایتی خواهیم خوند، روایت نابی که تعلیم و تعلم و اینها گاهی ممکن از 1000 سال عبادت 1 ساعتش فضیلتش بیشتر باشه. بله بله. انشاءالله اینا بمونه برای جلسات بعد. پس حدیثی که امروز خوندم حدیث از اصول کافی خوندم. طلب العلم فریضة علی کل مسلم، هم واجب عقلیه هم واجب شرعیه. این واجب از هر جهت واجبه. آگاه باشید که خدای متعال جستجوگران علم دوست داره. الا فان الله یحب بغاة العلم. ان شاء الله که ما و شما و همه عزیزان جستجوگر علم باشیم. هم حسن فاعلی داشته باشه این کاری که می‌کنم، حسن فعلی. خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه. و هر موقع که اجازه بدین من شروع میکنم سوالات مردم رو بپرسیم که چشم برا هستن. خب گفتن که لطفاً بفرمایید چگونه میتوان نیستی رو مخلوق ذات احدیت دونست؟ نیستی رو مخلوق ذات احدیت دونست، چون که در قرآن کریم مرگ و حیات رو مخلوق میخونه، چرا که مرگ نبود حیات و نیستی است. بله. منظورشون آیه 2 سوره مبارکه ملکه. هو الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم. او کسی است که اولا مرگ آورده، کسی که مرگ رو خلق کرده و حیات رو خلق کرده. نیستی درسته، متعلق آفرینش نیست. چیزی که نیست که نمیگیم کی خلق کرده. یا الان درخت وجود نداره، من میتونم بگم این درخت رو کی کاشته؟ میگم کدوم درخت؟ درختی نیست که کی نکاشته. چون نیست بگیم کی این درخت رو نکاشته. بله چیزی نیست. پس این که نیستی و عدم
متعلق آفرینش نیست حرف درستی است. اما اینکه مرگ عدمه، این درست نیست. نه از لحاظ قرآن درسته این مطلب، نه از لحاظ روایات، نه از لحاظ تجربه. روایات مرگ رو پل معرفی میکنن. امام حسین علیه السلام روز عاشورا چند جمله برای صبح عاشورا برای اصحابش سخنرانی کرد. فرمود که صبرن بن الکرام، بزرگوارزادگان، یک مقاومت مختصر، یک بردباری مختصر لازم است. مل موت الا قنطرتون، مرگ فقط یه پل کوچولوست که تعبر بها، که این پل انسان از این طرف رودخونه که اسمش دنیاست به اون طرف رودخونه که اسمش برزخه منتقل میکنه. در روایت فراوان داریم که مرگ تشبیه شده به پل، جسر، قنطره. کسانی هم که مرگ رو تجربه کرده بودن تقریبا بدون استثنا همشون میگفتن که ما دیدیم، باشون صحبت کردیم یا فیلماشون رو دیدیم، دیالوگاشون رو برای ما آوردن، نگاه میکردیم میدیم که همه میگن از یک دالان عبور کردیم، از یک تونل نور عبور کردیم. یک ممریست مرگ، ممریست که انسان رو از این طرف رودخونه به اون طرف رودخونه، پس وجود داره، عدم نیست. پل که وجود داره دیگه. بله بله. تونل یا کانال معبره در واقع، محل عبور. بله، معبر وجود داره دیگه، وجود نداره. همینطور. اصلا مرگ در واقع رشده. مرگ گرچه غروب در یک نشأه هست که بهش میگن دنیا، همزمان طلوع در نشأه دیگری است. پس مرگ خودش تولده. بچه وقتی به دنیا میاد از حیات نباتی مرده، جنین حیات نباتی داره. بله. وقتی به دنیا میاد اون حیات از دست داده، اونجا مرده، اما آیا نابود شده؟ مرگ کارش کرده، یه حیات نو بهش داده دیگه. درسته. این شعر مولوی که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و مردم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم یا گم شدم. میاد جماد بودم، این حیات این با هر مرگی یه تولد دوباره. آره، رفتم بالا. از جمادی مردم، نامی یعنی نباتی، گیاه. از زندگی گیاهی مردم، زندگی حیوانی پیدا کردم. جنین متولد میشه زندگی حیوان. از زندگی حیوانی مردم، آدم شدم. پس چرا بترسم؟ از مردن کم نشدم، زیاد شدم. مرگ انسان زیاد میکنه. البته این شعر بعدیش برای ما قابل تأمله که میگه که بار دیگر هم بمیرم از بشر، از ملائک هم برارم بال و پر، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. اینو دیگه ما قبول نداریم که انسان باید از انسانیت بمیرد تا به فرشتگی برسد. اگر انسان به انسانیت رسید از ملک پران شده. انسان اگر انسان کامل شد به جای رسید که هیچ ملکی به گردش نمیرسه، ملائک بالاتر میشه. بله، جبرئیل امین با همه عظمتش، فرشته مقرب میگه لو دنوت انملتن لحترقت. تو برو، من یه بند انگشت جلوتر بیام میسوزم. پیامبر دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الی عبده ما اوحى. جز خدا و پیامبر هیچ کس خبر نداره اینجا چه گذشت. بنابراین این حرف مولوی که انسان از انسانیت بمیرد تا به ملکیت برسه، این قبول نداریم، ولی بقیه حرفاش واقعا همینطوره. بله. خیلی خوب. پس مرگ انسان رو چی عدم نیست، مرگ وجودیه و قرآن حق داره که درسته خلق رو به مرگ نسبت میده، چون مثبت، چون مساوی با نیستی نیست. نه. هستی است، مدلش فرق میکنه، یه جور دیگری است. همین، یک پلی است، یک ممری است، یک معبری است. خب حالا چون صحبت به اینجا کشید، این سوال الان بپرسم. جلسه قبلم یادم میاد فرمودید، پیغمبر فرمودن برای اینکه زنگار دل رو پاک بکنیم دو راه داره، که تلاوت قرآن، یکی یاد مرگ. پس حالا اشکالی نداره. گفتن آیا در مرگ‌های ناگهانی مثل تصادف یا بر اثر زلزله و اینها سکرات موت هست؟ به چه شکلی؟ دوستان تجربه شن که ما باید دو مطلب از هم جدا کنیم. یک نگاه این طرفه، یک نگاه اون طرفه. یک نگاه دنیویه، نگاه ناسوتیه، یک نگاه برزخی و نگاه مثالی و نگاه ملکوتیه. دو تا رو باید از هم جدا کنیم. از این طرف میگه مثلا فلانی به بستر افتاده، چقدر زجر کشید، مثلا فرض کن که شهدای کربلا تیربارونشون کردن، نمیدونم
چقدر تیر و نیزه و شمشیر و سنگ و چی تشنگی و انواع مشکلات دیگه. این از این طرفه. بله. میگیم چقدر اینها زجر کش شدن، چقدر مثلا چنین. از اون طرف که نگاه میکنیم میگن نه ما چند تا گل به سمت انسان پرت کنن بعد چشم باز کردیم تو بهشتیم. از این طرف ما میگیم خیلی سخت جان داد، چند روز جان میکن. از اون طرف میپرسیم میگن نه یه گل آوردن گفتم بکن. یکی از اکثر روایت یه میوه آوردن گفتن بکن، بو کردم تموم شد. گفتن این لیوان آب بخور یه روز گرم که انسان خیلی دوست داره که آب گوارا بنوشد، نوشیدم تمام شد. از اون طرف اینجوری نیست که ما میبینیم درست، گاهی هم برعکسه، میگیم یه لحظه سکته کرد تموم شد دیگه، جان کندن نداشت، سکرات موت نداشت، راحت مرد. از خودش میپرسی میگه 100 سال جان میکندم، 100 سال در غمرات موت، در سکرات موت بودم. پس نکته اول این شد که ما نگاه این طرف رو اینجا معیار نگیریم، درست، نگاه اون طرف معیاره. و دو اینکه گذر زمان در دنیا با برزخ کاملا متفاوته. چه بسا مرده 100 سال مرده تو عالم برزخ، ازش میپرسی میگه تازه اومدم تو این قصر هنوز مستقر نشدم، اتفاق افتاده ها. بله بله. و چه بسا کسی یک شب تو عالم برزخ رفته یا نه یه صحنه برزخ رو دیده، یه چشمه مختصر از عالم برزخ دیده، مثل یک زن پیرزن مثلا 80 90 ساله تمام موهاش سفید شده. الله. طرف یه شب مرده بود، جوان 18 ساله، مادرش از دستش ناراحت بود و خلاصه با ناراحتی مادر از دنیا رفت. مادر پشیمون کرد، خدمت پیامبر رو تقاضا کرد که جوانش برگرده زنده بشه. پیامبر دعا کرد و جوان برگشت. در یه پیرمرد قد خمیده موسفید داره میاد. پیرزن گفت یا رسول الله این پسر من نیست، اشتباه آوردم، پسر من 18 سالش بود. این پیرمرد گفت نه مادر خودمم، دیشب تو عالم برزخ به اینجا رسیده. یک شبش بنده 100 سال براش نمود داشته. پس ما نباید این زمانی که این طرف داریم رو با اون طرف با هم مقایسه کنیم. چه بسا اونجا کسری از ثانیه باشه، حتی زمان هم نباشه، ولی برای خودش اینایی که برزخ رو تجربه کردن، حالا شکل مکاشفه یا مرگ به هر شکلی که بوده، مثلا دیده که الان وارد عالم برزخ شد، وقتی برگشت اگه ساعت نگاه کرده بود میدید که ساعت نگذشته، همون یک ثانیه بیشتر طول نکشید. وقت اون خاطرات و اون مشاهداتشو که میگه از 10 روز بیشتر میشه مشاهداتش. یکی از این آقایون که مرگ رو تجربه کرده بود با من صحبت میکرد، یه آدم خیلی فهیم، و گفت اگه من 2 سال صحبت کنم با شما حرفام تمام نمیشه. گفت 2 سال، در 15 ساعت مرده بود برگشته بود. عجب. اگه 2 سال صحبت کنم حرفام تمام نمیشه. اون طرف اینجوریست، گاهی کسی از ثانیه، گاهی زمان نگذشته ولی حوادث و رخدادهای فراوان از جمله همین سکرات و معادلات و شاخص‌ها و معیارها کلا متفاوته، کاملا متفاوته این طرف با اون طرف. بنابراین نباید ما با نگاه اینور نباید نگاه کنیم. خیلی ممنونم استاد محمدی شاردی عزیز. بریم یه فاصله بگیریم، آقای حسین زاده حتما یه چیز خوب پخش میکنن، حالا اون بهتر خواهد شد. برمیگردیم ادامه سوالات شما رو از محضر استاد میپرسم. ما شنیدیم امامان حتی به مخالفانشون هم کمک میکردن. سوال اینجاست که امام زمان چرا با این همه مشکلات که ما داریم و میدونن به ما کمک نمیکنن؟ این سوال یکی از عزیزان هستش که من مطرح کردم، ببینیم پاسخ استاد چی هست. اولا اینکه امامان کسی بهش مراجعه میکرد کمک میکرد، به همه که کمک نمیکردن که کسی فرض کن که در خراسان بود، در مرو بود، امام مثلا در مدینه بود، اون شخصی که در مرو بود که کمک نمیکرد که، مگر اینکه او به خدمت امام میاد کمک میخواست، امام کمک می‌خواست، امام کمک میکرد. پس اینکه امامان به همه کمک میکردن نه، اینجوری نبود. با اینکه امام زمان کمک نمیکنه، کی گفته کمک نمیکنه؟ فراوان کمک میکنه، فراوان کمک میکنه. مطلب دوم این که خود امام زمان فرمود که ما شما رو فراموش نمی کنیم و اگر نبود توجه ما به شما، دشمن شما رو میقاپید.
مثل مرغی که دانه رو از زمین برمی‌داره، اینجوری شما از زمین برمیچیدن. کنم که ما کننا مهلین لذکرکم، قریب بی مضمون تو نامه امام هست. پس امام همواره به فکر ماست، همواره به ما کمک میکنه. غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. همین این نامه امام هست. تو شیخ مفید. از کنم که او همیشه به فکر ماست. پس اینکه کمک نمیکنه، اگه کمک‌های او نبود ما نبودیم، مثلا چیزی از ما باقی نمیموند. این همه دشمنی ها و این همه شیطنت هایی که بر علیه ما میشه. بله اون کمک اقتصادی که شما منتظرش هستید، خب اون بله. مطلب بعد این که خب شما همین اشکال رو به خود خدا کنید. خداست که هر کس هرچی داده میشه از طرف خداست دیگه. بله دیگه. معطی اوست. به خدا تو که جوادی، تو میدونی ما هم مثلا تو چه بدبختی مشکلات گرفتاری داریم، قوتوریم، چرا ما رو نجات نمیده؟ آره چرا به ما کمک نمیکنه؟ تو که او که آموزانه یه بخشنده باشه، بخشندگیش توسط خداست. یعنی خدا او رو بخشنده کرده، خدا او رو خلق کرده، خدا او اجازه بخشندگی میده. اما خدا که دیگه حدی نداره. پاسخ اینه که نظامی که ما درش زندگی می‌کنیم یک نظام کاملا قانونمند، سنت هایی بر نظام حاکمه. اگه سنت ها در هم بریزه، برای اینکه انسان وضعش خوب بشه باید بره کار کنه، باید زحمت بکشه، باید از کنم که ریخت و پاش نداشته باشه، اسراف و تبذیر نداشته باشه. اگه داشته باشه به جایی نمیرسه. برای اینکه نظام خوب به چرخه، اغنیا باید وظیفه‌شون انجام بدن در قبال فقرا. باید اون واجبات مالیشون رو اهم از زکات و کفارات و چیز از این قبیل رو پرداخت کنن. اگه این اتفاق می افتاد، اگه مردم به حرف خدا گوش میکردن، در چارچوب سنت های خدا حرکت میکردن، هرگز ما نیازمندی نداشتیم. تو جامعه نیازمندی وجود نداشت. اگه هم خدا بخواد این سنت ها رو به هم بریزه، هم تو بشه خلق عادت، فرض کنیم که کسی که فقیره رو بهش میگه اون سنگو بردار طلا شد، مثلا امام این کارا رو کرده به ندرت. این استثناها نمیشه قاعده بشه. قاعده اینه که از مجرای خودش باید جلو رفت. بله ائمه علیهم السلام گاهی این استثناها رو داشتن، ولی استثنا رو شما استثنا بدون الان خود امام زمان علیه السلام از این استثناها داره. به ندرت کسانی که مراجعه میکنن و نیاز دارن استثناء کمک خاصی، اما که همه بشریت رو بخوان کمک کنن یعنی سنت های خدا رو بزنن زیر پا. از اون چارچوب سنت ها خارج. میدونم این بحث مقدار دقیق و سنگینه. دوستان فقط در همین حد که من میگم قبول کنن. حالا من میخوام یه ذره بستش بدم این سوال رو، شما هم شاید اونجا یه ذره بیشتر مثلا خواستین توضیح بدین اگه صلاح دونستین، چون کاربرد داره. الان مثلا یه فجایع خیلی زیادی داره رخ میده همین الان که ما داریم صحبت میکنیم تو دنیا، مثلا توی غزه، فلسطین اشغالی. چند نفر توی همین 2-3 هفته گذشته به من از من این سوال، حالا بالاخره میبینن ما تو شبکه قرآن و کنار علما اینا هستیم، الان به ذهنم اومد، میگن که واقعا خدا نمیبینه این همه ظلم و این همه جنایت و مثلا چند هزار کودک، مثلا نزدیک 10,000 نفر کلا مردن، شهید شدن، بعد عمدتاً زن و بچه‌ن، این حد از ظلم و نسل کشی رو. بعد خب اینا هم بنده خدا همه مسلمونن، همه دنبال امام زمان و منجی و خدا و دارن صبر هم میکنن، شکیبایی استقامت هم دارن میکنن. پس چرا یه فرجی نمیشه؟ چرا اتفاق نمیفته؟ تا کی باید این عجب صبری خدا داره؟ اینا رو چجوری جواب؟ چند نکته رو باید توجه کردن که اول این که خدا چیکار کنه؟ خدا باید مثلا اگه کسی خواهد ظلم کنه اونو نابود کنه با خلق عادت دیگه. عادت همینه که همون حاکمه. بله دیگه. خلق عادت اینه که خداوند مثلا فرض کنید که یه زلزله بفرسته اسرائیل مثلا که تکون بده اونا هم دعای مادر منم دیروز همین بود، خدا یه زلزله یه چیزی بیاد اینا اسرائیلیا نابود شن. خب آیا تو اسرائیل فقط این صهیونیست‌ها هستن یا نه؟ مسیحی هستن، مسلمان هستن، خدمتتون عرض کنم که خود یهودی بیگناه اونجا هستن. حالا فرض کنیم خدا کاری کنه که به زلزله خوباشون بمونن، بعداشون به زلزله بگه فقط خونه‌های صهیونیست‌ها رو خراب کن. آره. که این با سنت شکنی ها فرض کنیم تو یعنی عادت‌ها رو به هم بریزه. همین عادت‌های حاکم بر آن به هم بریزه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه جبر میشه.
کسی که ظلم نمیکنه، صهیونیست جرئت نمیکنه که نفس بکشه، میگه چون میدونه الان زلزله میاد نابودش میکنه، اختیار ازش گرفته میشه و دیگه اون وقت انسان نیست. همه چی به هم میریزه، قوانین خلقت به هم میریزه. همینطوره. خوبها خوبیشون فایده نداره، بدها بدیشون فایده نداره، بد نیستن. اینا داشت میشه آقای قوامی در جریان فلسطین 3 گروه. این نکته دومه، دنیا داره امتحانه که قرآن هم چند جا میگه ما شما رو برای امتحان خلق کردیم، زمین آسمان رو برای امتحان شما خلق کردیم. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، برای امتحان شما. اینجا 3 گروه دارن امتحان میشن: ظالم، مظلوم، ساکت. این 3 گروه دارن امتحان میشن و خوبم امتحان میشن. انقدر این امتحان دقیقه، انقدر این امتحان ارزشمنده که وقتی انسان از بیرون نگاه میکنه میگه شاید خدای متعال حساب شده و دقیق داره کار میکنه. ظالم اون ضرری که از ظلمش میکنه او به دنیای مظلوم ضرر وارد میکنه، اما اون چیزی که از دین او، از آخرت او به مظلوم میرسه بارها و بارها بیشتر است از این ضرر دنیایی که به مظلوم زده. ساکت هم خدا میبرش کنار همون ظالم. شما فکر میکنید اگه کشور اسلامی، امام رحمت الله علیه فرمودن که هر کدام از مسلمان‌ها یه سطل آب بپاشن اسرائیل آب میبره. اگر این حکامی که ادعای اسلامی دارن دیگه، ادعای مسلمانی دارن، یعنی اگه قرار اون زلزله و سیل هم بیاد باید به دست خود مردم بیاد. همینطوره. نه خدا. اگر فقط کشور اسلامی میگفتن که ما اسرائیل و حامیانش رو تحریم میکنیم، بهشون نفت نمیدیم، کالاهاشون نمیخریم، فکر کنید چه اتفاقی میافتاد؟ 1 هفته نمیکشید خود آمریکا، خود اروپا اسرائیل از اینجا میکندن میبردن توی گوشه دیگه میکشتن. ولی وقتی مسلمان خودشون اینجوریان و خدا بیاد به این مسلمان کمک کنه، این ساکت هایی که جرمشون کمتر از ظالم نیست، سنت خدا این نیست. اگه این سنت ها به هم بریزه، عادت ها به هم بریزه دیگه. نکته دوم این شد که داریم امتحان میشیم، همه دارن امتحان میشن ها، همه دارن امتحان میشن. عرض کردم همین 3 گروه بیشتر نیست، یا ظالمه مثل صهیونیستا، یا مظلومه مثل فلسطینیا، یا ساکته مثل خیلی از مسلمان ها، خیلی از کشور اسلامی، خیلی از کشور غیر مسلمان. انسان که هستن، البته به حمدالله حرکت های خوبی شد، اما به نسبت اون چیزی که باید بشه باید 99% حرکت میکردن، حالا مثلا فرض کنید 5% حرکت کردن، خیلی کمه به نسبت اون 99%. البته اینم بگم این ارزیابی ها، این صحبت ها تا این لحظه ضبط برنامه یاد خداست، اون زمان پخش این برنامه. حالا تحولات چون خیلی سریع شده نمیدونیم دقیقاً تو چه وضعیتی هستش که ملاحظه میشه. خب پس نکته بعدش رو که دارن امتحان میشن، باید امتحان، اصلا برای امتحان اومدن اینجا، فلسفه وجودشون تو دنیا همین امتحان دادنه. بعد این که سنت خدا اینه که اگر مردم وظیفه‌شون انجام دادن خدا کمک میکنه. ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت. اگه مردم کمک کردن خدا کمک، اگه مردم کمک نکردن خدا هم کمک نمیکنه. سنت خدا این نیست. ولا ینصرن الله من ینصر. بله. الذی جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اینا شرط ها. خدا میخواد که مردم رشد کنن، رشدش هم اینه. خیلی ممنونم استاد محمدی شاهرودی عزیز. انشالله خیلی زود حضرت منتقم، حضرت منجی ظهور بکنن، مهدی موعود ارواحنا الله الفدا، که دیگه دنیا واقعا متوجهشون شده و یکی از اتفاقا نشانه هم همین هست. شاید زمینه ظهورشون بیشتر فراهم بشه. از یه طرف جنگ ها و خونریزی ها و ظلم ها و قساوت ها، از یه طرف هم توجه مظلومین و مستضعفان دنیا به ظهور و وجود منجی. انشاءالله ما شاهد ظهورشون باشیم و بشر کلا به شکل کلیش از چنگال ظلم و استبداد خارج بشه هر چه زودتر. خیلی خوشحال شدیم، لذت بردیم. عوامل نداریم، محتاجیم به دعاتون. یه دعا بکنیم خداحافظی کنیم. رب صلی علی محمد و آل محمد. و به حق امام زمان علیه السلام
گرفتاری همه بندگان مظلومیت مخصوصا ملت فلسطین رو هر چه سریعتر برطرف بفرما. شر و مکر دشمنان اسلام مخصوصا آمریکا و اسرائیل به خودشون برگردان. و صلی الله علی سیدنا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم از شما. یا حق. خداحافظ.